شنوندگان عزیز، علی جان علیف آموزگار زبان انگلیسی از مؤسسه تعلیمی TM کالج بار دیگر با شما میباشم. اینک درس 21 خود را شروع کردیم. در این درس ما با شما present simple زمانی حاضره نامعینی را می‌آموزیم. زمانی حاضره نامعینی چیست؟ زمانی حاضره ما اصلا در زبان تاجیکی این را خیلی خوب استفاده میبریم. زمانی حاضره نامعینی ما در سه حالت استفاده میبریم. ما اگر درباره habit عادت یا اینکه true information معلومات درست general things کارهای هر روزه گپ زنیم، ما حتما زمانی حاضره را استفاده میبریم. شما تنها در خاطره گیرین، شما تنها خوب دانین که ما زمان حاضره را برای کارهای هر روزه میکردگیمان استفاده میبریم. کارهایی که کرده ایستاده ایم نه، کارهایی که تنها هر روز ما میکنیم اون کارها را ما زمان حاضره را استفاده میبریم. به مثالی من مکتب میروم، من کتاب میخونم، ساعت 5 من از خواب میخیزم، من فوتبال بازی میکنم، من زبان انگلیسی میآموزم. این کارهای هر روزه ما که ما در عموم میکنیم، اینها را ما با زمان حاضره استفاده میبریم. present simple زمانی حاضره نامعینی. پیش از آنکه زمانی حاضره نامعینی را ما از خود کنیم، ما باید فعلهای زمانی حاضره را خوب از خود کنیم. در این زمانی که ما امروز میآموزیم و ما مهم آن است که ما باید فعلها را در زمان حاضره بدانیم. در زبان انگلیسی دو خیل فعل می شود: فعلهای درست regular verbs، فعلهای نادرست irregular verbs. فعلهای درست زمان حاضره و زمان گذشته دارد، فعلهای نادرست نیز زمان حاضره و زمان گذشته نیز دارد. برای همین بر ما ضرور است که فعلها را در زمان حاضره بیاموزیم. یعنی چی خیل؟ فعل من میروم، میخورم، مینوشم، بازی میکنم، میپرسم، مینویسم. خب اگر شما در دستگاه نگاه کرده ایستاده باشید، در این طرفی دستگاه ما با شما فعلهای خب درست رو نوشتیم و در طرف چپ دستگاه ما با شما فعلهای نادرست رو نوشتیم. بیایید با هم فعلها رو میخونیم، بعدا درس خود رو شروع میکنیم. regular verbs فعلهای درست. regular verbs فعلهای درست. فعلهای درست: call زنگ زدن، cook پختن، play بازی کردن، watch تلویزیون تماشا کردن یا اینکه تماشا کردن، wash شستن، ask پرسیدن، believe باور کردن، open شدن، close محکم کردن، study تحصیل کردن، listen گوش کردن، check تفتیش کردن، use استفاده بردن. بار دیگر: call cook play watch wash ask believe open close study listen check and use. خب این بودن فعلهای درست. فعلهای نادرست در این طرف: irregular verbs buy خریدن، break شکستن، build ساختن یعنی بنا ساختن، خانه ساختن، choose انتخاب کردن، do اجرا کردن، drink نوشیدن، drive راندن، eat خوردن، feel حس کردن، fight جنگیدن، fly پرواز کردن، forget فراموش کردن، give دادن، go رفتن. فعلهای درست از نادرست چه فرق دارند؟ فعلهای درست در زمان گذشته اگر ما جمله سازیم قاعده دارند. فعلهای درست قاعده خود را دارد، اما فعلهای نادرست در زبان انگلیسی قاعده ندارد. در زمان حاضره دیگر خیل می شود، در زمان گذشته تماما دیگر خیل می شود. برای همین بر شما ضرور است که آنها را در زمان حاضره از یاد کنید و در زمان گذشته فعل خود را از یاد کنید. فعلهای درست باشد
خب وقتی زمان حاضره شد این گونه هست، زمان گذشته شد یک یا دو حرف دیگر خوش میکنید میشود زمان گذشته. ما این موضوع رو باز در درس های دیگر انشاءالله با شما میفهمونیم. خب بیایید درس خود رو شروع میکنیم. Present simple زمان حاضره positive subject verb object. ما در داخل قوس فرموله نویسیم subject verb object. چی معنا دارد؟ اگر شما زمان حاضره جمله سازین با فعل ها اگر شما جمله های خبری در زمان حاضره سازین با شما یکم لازم می شود subject کی من تو و ما شما خب پدری من مادری من برادری من خواهری من دوستی من بعداً فعل حتما فعل میمونیم بعداً پرکننده میبود. مثال ما در زبان تاجیکی فعل رو اگر در زمان حاضره گپ زنیم در آخر استفاده میبریم، اما در زبان انگلیسی فعل در دویم حالت میبود. همین من گفتید حتما میروم، من میروم، من میخورم، من مینوشم، من گپ میزنم، من میآموزم، من میرانم. حتما در زبان تاجیکی باشد ما میگیم که من انگلیسی گپ میزنم، میزنم در آخر آمده ایستاده است. من آش میخورم، خوردن در آخر جمله میبود. اما در انگلیسی نبرات من میخورم آش، من بازی میکنم فوتبال میشود. خب بار دیگر subject verb object. subject مو I، verb مو call، my friend این پرکننده object. I call my friend من با دوستم زنگ میزنم. call زنگ زدن، call زنگ زدن. I call my friend من با دوستم زنگ میزنم. You cook pasta تو مکرون میپزی. We play football ما فوتبال بازی میکنیم. You watch TV تو تلویزیون تماشا میکنی. They wash car آنها ماشین میشوند. اینها فعل های درست بودن. اینجا با جمله هست فعل های نادرست. بار دیگر میگیم حتما وقتی من گفتید حتما خبر رو میبیارید، حتما فعل رو بعد از جانشین میمونید. I call my friend. You cook pasta. We play football. You watch TV. They wash car. دیگر فعل ها که میسازیم. I cook pasta. I play tennis. I watch film. I wash my hand. I ask my father. I believe you. من با تو باور میکنم. I believe you. من در رو میکشایم. I open the door. من در رو محکم میکنم. I close the door. من انگلیسی میآموزم. I study English. من موسیقی گوش میکنم. I listen music. من وی رو تفتیش میکنم. I check him. من کامپیوتر استفاده میبرم. I use computer. خب فعل های نادرست. I buy a new house. من خانه نو میخرم. You build a new house. تو خانه نو میسازی. We do our homework. ما وظیفه خودمان رو میکنیم. You drive very fast. شما خیلی تیز میرونید. They eat pizza. آنها پیتزا میخورند. یا اینکه they build a house. آنها خانه میسازند. They buy a book. آنها کتاب میخرند. I drink water. من آب مینوشم. I drive car. من ماشین میرونم. I eat pasta. من مکرون میخورم. I fly to خوجند. من با خوجند پرواز میکنم. I fight with you. من با تو میجنگم. شوخی کردیم. I give my phone. من تلفنم رو میدهم. I go to school. من مکتب میروم. تنها با شما لازم می آید همین فرمولا رو خوب از خود کنید. حتما subject I گفتین بعد از آن فعل می بیاد verb بعد از وی پرکننده I play football. I cook pasta. I read book. I read book. مشکل نیست، تنها دقت کنین. خب با شما لازم میاد جانشین ها رو خوب از یاد کنید، بعداً فعل ها رو بعداً پرکننده رو با جاش بگذارید. این بود درس امروزه ما در زمانی حاضره present simple جمله های خبری. امیدوارم این درس به شما پسند می آید و این درس شما کمی بهره میبرید. شما تنها فرمولی که ما در دسکه نوشتیم خوب از خود کنید، فعل ها رو خوب از یاد کنید و آنها رو جا به جا بگذارید. خب پیش از اونه که درس رو به انجام رسانیم
به دقت شما رسوندنیم که از این پس به شما برمیآید این کتابی که در دست من است باید در تلفن های خود یا در کامپیوتر یا اینکه در دست خود داشته باشید، چون که تمام موضوع هایی که ما با شما میفهمونیم، تمام درس هایی که ما با شما میآموزونیم از این کتاب کاتینگ ایج گرفته شده است. این کتاب خیلی ساده و فهمو است. شما میتونید این کتاب را که سیلکش در پایان این نوار است حتما با خود گیرید. با ما بودن را فراموش نکنید. درس های ما را حتما زینه به زینه تماشا کنید تا درس های